فرودگاه نوی تویر شهر مسکو دو برادر از تاجیکستان را که به کشتار دو هموطنشان در شهر چخ و ولایت مسکو عیبدار میشوند غایبانه به حبس گرفت. زنوزنی خونین در چخوف شب 31 یولی سال 2023 رخ داده بود. آن شب بین دو گروه مهاجران تاجیک از یک طرف زادگان نوی فیض‌آباد و از طرف دیگر زادگان ولایت ختلان اول در یک قهوه‌خانه مناقشه کردند. بنا به فرضیه تفتیشات مناقشه از یک بهانه کاملا ناچیز سر زده است. گویا یک زاده فیض‌آباد با یک زاده ولایت ختلان درست سلام نکرده است. به بحث آنها دیگران همراه شدند و در نهایت دو طرف به افاقه نآمده بحث خود را به کوچه کوشانیدند و همان شب در شوروی تر سیمفروپولسکای حساب و کتاب یار از بار تعیین کردند. در ویدیو از جای حادثه نشر شده دیده می شود که تقریبا 10 نفر در 5 ماشین به جای بخوری آمده ماشین‌های خود را نمایشکارانه در بین راه می‌گذارند و سپس با هم دیگر دست به گریبان می‌شوند و در نتیجه یکی از آن دو برادر کارد را از جیبش برآورده دو زاده نوی فیض‌آباد دلیر یوسفوف ساکن 31 ساله دهه مومن آباد و همنام او دلیر تقایف ساکن 28 ساله دهه فتح‌آباد بر اثر زخم‌های کارد برداشتهشان به هلاکت رسیدند. در پی این اشتراکچیان مناقشه در عموم 12 نفر 6 نفری از هر یک جانب بودند از جای حادثه فرار کردند. خود همان شب قاتل همراه برادرش به بلاروس و از فرودگاه پایتخت آن کشور شهر مینسک به دوشنبه پرواز کردند و در تاجیکستان پنهان شدند. به مقامات میسر شد که 4 اشتراکچی دیگر زنوزنی از طرف زادگان ختلان را دستگیر کنند. آنها بعد این حادثه به شهر میتیش در کناره‌های شمال و شرق شهر مسکو فرار کردند و در یک خانه شناسشان پنهان شده بودند. آنها بیان دادند که آن شب مست نبودند، یگان نوع مواد مخدر نیز استعمال نکردند. آنها همچنین بیان دادند که آن دو مهاجر تاجیک را کی کشت و چگونه روسیه را ترک کردند. تاجیکستان پنهان شدن قاتل و برادر او نیز به تفتیشات از بیانات همین 4 دستگیر شده معلوم شده است. در تاجیکستان نیز این دو برادر حالا تحت جستجو قرار داده شدند. نام آنها نشر نشده است ولی بنا به اطلاع دریافته مقامات تاجیکستان درباره چه جنایت صادر کردن این دو اکای و دودر و در وطنشان پنهان شدن آنها الکی خبر دارند. درباره شخصیت دلیر یوسفوف معلومات زیاد در دست نیست ولی دلیر تقایف در چخوف و تجارت مواد ساختمانی مشغول بود.